سلام دوستان، یه پمپ بنزین داریم آوردن تعمیرش کنیم. گفتم مغزیش خراب، مغزیش هم باز کنیم. یه دو خاری داره اینجا، یه خاره در میاریم، خاره در آوردیم قشنگ میکشمش بالا در میاد. یه 3 تا چیز داره، پایه هم داره، پایه ها جداشون میکنیم، پایه جدا کردیم. هر خواستید مغزی در بیاری راحت دوتای خارهای فشار میدی، راحت نگاه کن خارهای در میاری قشنگ میاد بیرون. دوتا خار داره فشار میدی مغزی در میاد. این صافیش هم افتاده داخل. صافیش هم چقدر کثیفه، میگه این صافی به درد چی میخوره؟ این صافی آشغالایی نمیفرسته داخل سوزنهای انجکتور، نگه میداره تا سوزنها کثیف نشن. هرچه آشغال نگه داره. این هم گرمه قشنگ کش میاریم میزنمش کنار. این صافی نو میذاریم براش، یا پمپ نو هم براش میذاریم قشنگ. پمپ نو هم میذاریم قشنگ میذاریم سر جاش. میره جا. مشکل هم نداره. بله ماشین بیار بالا. بله ماشین بیار بالا. اوکی خیلی راحته، برای ما راحته. حالا برای شما نمیدونم، اگه نگاه کنید فیلم قشنگ نگاه کنید یاد میگیرید. فقط یاد کنید برقاش و شلنگاش نشکنید. میزنین جا صافی، حتما صافی سر جاش باشه. صافی باید باشه، یادتون نره صافی ها کن. چرا کیپ خار داره میره قلف میشه. فیشه میزنیم جا، پمپ هم میزنیم سر جاش قشنگ. تموم شد. خیلی راحت. برای دوستاتون برای همه تصویر از که یا عالی.